هی بچه‌ها چطورید؟ السیر هستم. خوش اومدید به اولین ویدیو فکر کنم، البته اگه خدا بخواد. میخوایم کجا بریم؟ میخوایم بریم بریم که داشته باشیم. آمد بچه من سوار شدم. یه اتفاق خیلی عجیب که افتاد. بذار اینو بیارم نزدیک که صدام خوب بیاد. من تا سوار شدم، خب من 22 سالمه و مهاجرت کردم به ترکیه، ولی دانشجو نیستم که دانش آموز. سوار شدم، بعد اینجا مثلا دانش آموز نصف پول میگیرن. سوار شدم، یارو در من بهم گفت که این پولی که دادی زیاده برای دانش آموز. من دیگه سهشو نگرفتم، گفتم باشه مرسی. یکی میگفت که این پاچه علوم خیلی همین الان از مترو خارج شدم، خدا رو شکر رسیدم. میخوام الان برم کارتم و بقیه پولی که ازم کم کرده رو بگیرم. میخوام نشونتون بدم چه جوریه. بایستید توی دستگاه صبر کن. نمیدونم چرا وقتی میرم جاهای شلوغ سردرد خیلی بدی میگیرم. اینجوری هم که یعنی اینقدر انرژی اومد پایین که گرفتم خوابیدم داخل اون شلوغی. فکر کن چشامو بسته بودم، مثلا یه اوضاعی بود. الان دیگه ما میخوایم بریم سمت آکواریوم بعد از توی قسمت ماهرش رد بشیم. البته از اون ورش برم بکنم بهتر باشه، اینجوری که شلوغه و اینا. برم داخل براتون ولاگ میگیرم. یعنی تا قبل از اینکه برم داخل اصلا این فروشنده‌های ترک ببین میچسبم بهت، اینجوری بهت بگم. همین الان داشتم اوه چه منظره قشنگی. حیف که نمیتونم کامرا رو بچرخونم. ببینم داشتم میگفتم داشتم میومدم، یارو فروشنده چسبید به من 5 دقیقه از وقتشو ببینید 5 دقیقه. منم در من گفتم ببخشید من خیلی کار دارم باید برم. برم کار نمیخوام ازم خرید کنم. بذار اینجا هم نشونتون بدم که اینجاست، فلوری آکواریومش اونجاست. بریم که داشته باشیم. لیتس گو. احساس میکنم میخوام برم استخر، اینقدر سوال استخر داره. اوه مای گاد. اوکی ما اومدیم داخل. بلیتش برای خارجی ها اینقدره ولی برای خودشون کم هزینه تره. امروز اومدیم چی ببینیم؟ اومدیم ماهی ببینیم. هورا ماهی بچه ها، ماهی یه ماهی، 2 ماهی، 3 ماهی بشمارم براتون چند تا ماهی از بالا هم براتون بشمارم. اوه برای چه آبش شفاف و خوبه. آدم دلش میخواد چرا کنه این تو. یو اوه چرا تو عجیب. یا خدا اینو سرشو کامل برده بیرون. سلام داداش. بچه اینا رو دیدم. من فکر کردم اینا مثلا کف شیشه است، اینجوری نور منعکس شده، مثلا اینا تعداد کمی هست. اینجا رو نگاه کن. یا خدا چه عمقی داره این. What the fuck. سلام ماهی. یا خدا بیا دست منو بقل. تا اینجا که فقط آکواریوم بوده. بریم حالا ببینیم دقیقش اینجا چیه. همینه بچه. اوه اینو نگاه کن، سفره ماهی. اولین بار داخل زندگیم دارم سفره ماهی میبینم. سفره ماهی دیگه نمیدونم هرچی که هست اولین بار دارم میبینم. برم پایین ببینم اونجا چه خبره. همین جمع شدن میشه بریم توشو ببینیم. اوی چقدر بزرگه. یا خدا. اوه اینو
مورد WC. سلام علیکم. یا خدا اینجا رو بنازم. چون اینا این نوع از ماهی ها هستن که اینجا میبینیم. اینه براتون این میخواید نگاه کنید. یا چه خوشی. حالا بریم که این موجود رو what the بری کنار ما هم سلام نداشت. اوه مارمون یا ابرفز چقدر بزرگی داداش. جا نمیشه تو کاترکی هم برو عقب‌تر. اونو چقدر الکی بزرگی. وای اینو نگاه کن. لابستر. اینقدر دوست داشتم یه لابستر امتحان کنم ولی هیچ جایی دنیا نمیتونم. ریسکش نمیارزم. یا بریم این تو ببینیم این تو چه خبره. کی هستی شما این تو هیچی نیست داداش. از این جنگل منگلاست فکر کنم. این چی الان؟ چی؟ خرچنگ مرچنگ هم فقط کجی هستی چه؟ اوناش دیگه چی؟ همین یه دونه خرچنگ گذاشتن. وای حاجی این یارویی از دم در تا الان هر جا من میرم هستش. خرچنگ وای بچه ها اینجا رو نگاه کن چقدر خوشگله. چه منظره قشنگی. وای خب دیگه بس سنگین باشم. خب ما اومدیم پایین تر. یا الله. اوه حاجی. اوه اصلا این داخلش از اینجا میشه اینجوری سرتو برد. یا خدا ولی اینقدر کثیفه. چرا اینقدر کثیفه؟ سرم گیج رفت. اوه اینجا چه خبره؟ اینجا نزدیک‌تر هم بهشون. سلام. وای اکسیژن کرده خفه شدم. بریم بعدی. سریع میخوام همه جا رو نشون بدم. باسن ماهی رو میبینید. باسن ماهی جایگاه پیپی ماهی رو میبینید. Let's go. بریم بعدی دیگه. دعوک بازی بسته. آرامش بگیرید. آرامش. اوه چه خوشگلی. کجا؟ رفت. اینا را سلام جوجو کرمن. چیه اینا؟ چیه؟ ننوشته. کرمه مثلا همه نوع کرمی داخل. این لیمو. اوی سلام. این خوابه. یو برادر چرت میزنی؟ بیدار شو. من اومدم. هلو بیدار شو. هی نخواب. اوه چقدر بزرگی اون. قسمت کارا دنیز شدیم. بله یه کمی سرده هوا ولی واقعا. اوی این حجم از سرما. یا الله ما اومدیم. چرا خوابید؟ برای چی میخوابید؟ من اومدم. داشتم به این فیلم می‌کردم که مثلا فرض کن مثل آکوا، فیلم آکوامن بود، مثل آکوامن یا مثلا یه کوسه بیاد با هم رفیق بشه. نگاه به خدا این از چشماش روشن. سلام داداش.
ولکر رفت تربیت. نگاه این به خود از چشاش مشخصه که دوست خوب منه. سلام خوبی داداش؟ منم همینطور. سرد نیست به نظر یکم؟ خیلی سرده. خدافظ فعلا. خوشحال شدم. همین دختری اسکل. لابس یه روز یکیتون رو میمقلم. شوخی میکنم واقعا. اینا خیلی ترسناکه یه جورایی. مای کوزولو این همه رو اومدم مای کوزولو دارم نگاه میکنم. یه کوسه ما ندیدیم. مسخره بازی ها. یا الله یا الله یا الله داداش خوبی؟ یادم و برگشتم مدل ما تغییر دادم چون داخل عکس اصلا خوب نمیشد. برای مثلا داخل همچین نوری اصلا خوب نمیشد. برای همین مو بستم بالا. اینو بچه ها نگاه کنیم. سورپرایز. هیچی قرار نیست نگاه کنیم. فقط قراره مایه کوزون رو نگاه کنیم. قسمت قشنگش اینجاست. کم بزرگم نسبت به سر این بچه چه بزرگ. چه خوشگل. میتونم ساعت ها بشینم اینجا و به همچین چیزی نگاه کنم. بچه ریدم یارو ایرانی. این همه زر زدم یارو ایرانی ازم نکنه. گوه توی زندگی آدم نمیتونه اینجا یک گوهی بخوره. اوکی مرحبا میخواییم بریم. یعنی مرحبا نستسن میخواییم بریم ببینیم چه شکلیه. آها I'm fine. یه دونه سری چه ایزی. اوت همون یه دونه نقطه کوچولو یه دونه طولانی. وایسا اوت دادیم آجی. ولی غرق میشیم ما. برای چی رسیدگی نمی‌کنی شما دوست عزیز؟ بچه خیلی جالبه اینجا. چی بود خاموشش کردم؟ خیلی چه دست میزد. یالا تونل چیزی داخل این yer yok. Merhaba. Yok yer yok o kadar değil. حالا مثل بچه ها ما باید همه چی امتحان کنیم. نمیشه که اینجوری کلش اینجا اینجوریست. اوکی بریم. کوسه بالاخره دیدم حاجی. کوسه همشون کوسه. یالا چرا دهنت چرا اینجوریه؟ آخه چرا تو دهنت این شکلیه؟ سلام. اینم منم گفتم این وقت دلتون منم تعیین نشد. بریم اون ماهیه خوشگل چه اینا همشون رفیقای نموان. وای نمکوی چقدر بزرگی تو داد در مقابل دست من. چقدر تازه عظمتش الان اونقدر مشخص نیست. بچه اونا رو سلام. بچه پنگوئن سلام. قسمت آمازون بریم و اوه مای گاد
شوربا چکنه خوشگله. چرا همین الان خیلی اتفاق عجیبی افتاد. یه مرد اومد به توی بهم گفت اینجا حال میده برای سیگار کشیدن. واقعا اوه چرا این باله بچه بذاری نشونتون بدم که چی دیدم. تمساح اوه اینه کن بچه تمساح صندوق بچه ها رو نگاه کنید. خواهید چقدر کوچولوان. من فکرم سمی باشن. بری نگاهشون کن. یه شیربک بودن من میکنه که گفتیم دل چقدر کوچولوان. اوه حرکت که اون خدا بچه من فکر میکردم که مثل آکوا میشه ولی تا منو دیدم فرار کردم. من اینجا بودن و اینجا غمگین و ناراحت هستم. چرا تا این همه راه اومدم ولی مثل آکوا من نشد. چرا واقعا چرا میفهمم. بذارم این 4 تا عکس بگیرم من دارم. اینم ببینید از این زاویه اینجا آخره. اینجا که تاون شد. خیلی بچه ها به آخرش خیلی دیگه به آخرش رسیدیم. باید بریم اینجا مثلا آدم نمیتونه فارسی صحبت کنه. همه فارسی لوری هم بخواد آدم چون من بختیاریم لوری هم بخواد آدم صحبت کنه یا ببینیم یکی با چوبا اینجا میاد داخل میده تو کار کینی چه کسی به خدا دیگه تموم شد. بریم خونه همون. نه تو نمیرم خونه به احتمال زیاد که برم یه غذایی بخورم و یک گشتی بزنیم و بچه اینجا مرکز خرید فلوریاست که همه برندهای خوبو داره. بیمن داره همه چی داره و اگر یه روزی دلتون بخواد که پول خرج کنید میتونید بیایید اینجا آکوا فلوریا. یادتون نره که لایک سابسکرایب کنید و کامنت بذارید. یادتون نره چون واقعا اولین ویدیو خیلی همیشه استرس داره. اینجا پر ایرانیه. بذارید بهتون منظره بیرون هم نشون بدم که کار جمع بشه. وای نه به اون تاریکی نه به این روشنی خوب شدم چون همه زیاد شد. دریا بیا منو با خودت ببر. بیا منو ببر پیش عشق گم شدم. الان میخوام برم یه چیزی بخورم. خیلی گرسنمه و بریم ببینیم چی بهمون میاد بخوریم. غذا برید بقالم غذا مقام. الان اومدم که غذا سفارش بدم یعنی سفارش دادم منتظرم تا آماده بشه و همین آماده نمیدونم چی کار دارن میکنن. تو یه بار زنگ خورد ولی بعد 2 ثانیه بعدش رنگش عوض شد. چرا؟ من یه همه موها حالت دادم یا این فیلمی چیه؟ حتی تجربه باحالی پیشنهاد میشه. آره پیشنهاد میشه ولی این که یه هویی مثلا یه ترک جلوی من بود بعد تا کیمیتش رو دید که ترکه از 600 لیر یهو پولی که برم میداد شد 320. بعد منم کیمیک داشتم ولی کیمیک من شهروندی نیست توریستی و ایناست. کیمیک رو نشون دادم گفت که نه تو باید همون رو پرداخت کنی که توریست پرداخت میکنه. باشی عادت کنم که داخل درونی میاد کنم نه به خودم. هیچ کار میشه کرد دیگه عادت. حالا
از اونجایی که اینجا خیلی شلوغه، پس هندزفری‌ها رو زدیم که بتونیم فیلم بگیریم. چی سفارش دادم حالا؟ 2 سس داره باش میاد، یه دونه چیز برگر سفارش دادم و سیب زمینی. بریم بخوریم. این چه مزه‌ایه. سیب زمینیش واقعا اینجا کمی مزه‌اش بده، برای همین نمیتونه آدم بگه خیلی خوبه، ولی خوبه. قشنگ اینجا خرش خرش میکنه داخل دهنت. حالا بریم چیز برگر. با یه دست کار کردم واقعا. چیز برگرش اینجوریه. بریم امتحان کنیم. بد نیست ولی واو نیست، ولی خوبه. راضی بودم. برم غذا بخورم، خیلی گرسنمه. بس منظرم بهتون نشون بدم. ببینید اینجا چقدر خوشگله. خدای من چقدر این منظره خوبه. دیگه من برم غذا بخورم بهتره. خب دیگه ما رفتیم غذا رو خوردیم، ماساژ هم گرفتم که خیلی بود. الان دیگه میخواییم برویم به سمت خانه دیگه چم. من دیگه اینجا کاری ندارم، شما نمیدونم ولی من اینجا دیگه کاری ندارم. باید برم. خداحافظ. بچه یه دقیقه رفتم داخل سفورا، خودمو گم کردم و هنوز که هنوزه 2 ساعت از موقعی که گفتم میخوام برم خونه گذشته و من هنوز اینجام. نه دیگه واقعا میخوام برم بیرون. یا الان دیگه واقعا میرم بیرون. واقعا. اوکی لیتس گو. خب دیگه بچه‌ها من دیگه الان باید برم خونه. دیگه خارج شدم از آکوا فلوریا، بنابراین همینجا به نظرم ولاگ رو تموم کنیم دیگه. این همه راه شما با من نیاید دیگه، برای چی آخه این همه راه بخواید بیاید. بچه‌ها خیلی خوشحال شدم که اولین ولاگ زندگیم رو تموم کردم. ذوق دارم براش. لایک، سابسکرایب یادت نره، کامنت بذار برام اگر دوست داشتی، چون که من میخوام یعنی قصد دارم که هر هفته ولاگ بگیرم، هر هفته برم جاهای دیدنی ترکیه. پس یادت نره که ازم حمایت کنی. اوکی پس فعلا خداحافظ. بای بای.